به نام خدا، سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی. اخیراً یه فیلمی ساخته شده به نام دانکی، محصول 2023 از کشور هندوستان که شاهرخ خان هم تو این فیلم نقش بازی میکنه. از 21 دسامبر 2023 تا الان، یعنی در همین 10-11 روز گذشته، با استقبال زیادی مواجه شده. اما نکته اینه که بخشی از این فیلم هندی لجن پراکنی علیه ایرانه، صحنه‌های ضد ایرانی داره. حالا در ادامه صحنه‌هایی از این فیلمو خواهیم دید و درباره‌اش حرف میزنیم. پیشنهاد میکنم که حتما تا آخر همراه ما باشید و از دستش ندید. دمتون گرم. اما داستان فیلم دانکی چیه؟ داستان فیلم دانکی درباره مهاجرت غیرقانونی چند نفر از هندوستان به لندن انگلیسه که در این مسیر که میخوان برن انگلیس از ایران هم رد میشن. شکل روایت این فیلم از ایران واقعاً توهین‌آمیز و غیر واقعیه. مرزبانان ایران وحشی و متجاوز معرفی میشن، رشوه میگیرن، مهاجران رو به رگبار میبندن و تجاوز از این کارا. اگه مشکلی پیش نیاد بعضی از صحنه‌ها رو نشون میدیم. مثلا این صحنه رشوه گرفتن نیروی مرزبان ایرانه. حالا شاید بگید که خب دیگه هست از این چیزا. درسته، خوب و بد همه جا هست، اما توجه کنید که این فیلم جهانیه، دنیا اینو میبینه. در ضمن مگه همه نیروهای مرزبان ایران رشوه میگیرن؟ این همه درگیری‌های مرزی با قاچاقچی‌ها و ورودی‌های غیرقانونی داریم، این همه مرزبان شهید داریم، بعد اینطور نشون داده بشن؟ بریم یه صحنه دیگه. حالا اینا اومدن داخل ایران، یه ماشین که انگار جیپه میاد سمتشون. اینا نیروی نظامی ایرانن، میان اینا رو میزنن. دقت کنید، مثل اینکه ارتشیان، شفیه انداختن دور گردنشون، سوار یه جیپ همراه با پخش موزیک. آهنگ گذاشتن و دارن میان. ارتشی، سپاهی، بسیجی آهنگ میذارن، گشت زنی میکنن. حالا جلوتر سیگار میذارن گوشه لبشون، تیراندازی میکنن. بیشتر انگار خود هندیا رو یا نیروهای بعثی زمان صدام رو به تصویر کشیدن تا نیروی ایرانی. صحنه دیگه که واقعا شرم‌آوره، این نیروی ایرانی تفنگ تک‌تیراندازو برمی‌داره، میره روی تپه میایسته، سیگار گوشه لبش، با ضبط صوتی که آهنگ پخش میکنه این مهاجران غیرقانونی هندی رو یک به یک میزنه، هدشات میکنه. عجیبه واقعا، مرزبانان و محافظان شریف و زحمتکش ایرانو چجوری نشون میدن. صحنه بعدی هم اینو نشون میده که نیروی ایرانی میخواد به اون زن هندی تجاوز